محمد باقر این فیلم را به یادگار برای آیندگان فرزندانمان میگذارم تا بدانند که خواستیم نگذاشتند. عده‌ای بودند خطرناک که حتی رحم به غذای طیور و دام هم نمی کردند. فرزندانم بدانید هر آنچه که باید بکنیم کردیم. گفتند به راست ها بدهید، به راست ها دادیم و چنان کج کردند که اشکمان در آمد. گفتند نه این بار به چپ ها بدهید رأی را. به آنها هم رأی دادیم و آنها هم کج کردند. فرزندانم کاری کردند که دریا خشک، ابرها نبارید و زمینهایمان دیگر کشت نشد. فرزندانم موجوداتی هستند این چنین یک اینچ که میکنند دکر را هم فرو میبرند. فرزندانم چه کنیم؟ گفتیم آزاده هستیم، انسانیم، اعتراض کردیم. گفتند اگر دوباره اعتراض کنی برنج ها را به دریا میریزیم، همان نان ماست بخورید. گفتیم باشد نان ماست میخوریم. 2 لقمه نخورده بودیم که گفتن بس از دیگر 10 روزتان تمام شد. ماست را هم گران کردم. فرزندان دیگر اشکی برای ما نمانده. بدانید عده‌ای بودند که هر آنچه خواستند بر سر ما آوردند و ما نتوانستیم اعتراض کنیم چون گفتند برنج ها را به دریا میریز.